بعد از تماشا و حتی هنگام دیدن، چیزی که بیشتر از همه ذهنم را به خود معطوف می کند، فاصله درستی است که فیلمساز از سوژه و موقعیت‌های فیلم پیدا می کند و حتی در لحظه‌های پیش‌بینی نشده هم یک دستی خود را از دست نمی دهد. چی میخوای؟ با کی کار داری؟ عزیزم اگه احسان نیستی شما خب ساعت من گفتش که من پخش میخوام. غلط کرد پخش کدوم خریه بابا زنگ نزنی دیگه. منظور از فاصله تنها در نوع مواجهه با سوژه نیست، یک پرهیز و محو شدگی، یک نقطه ثقل و ایستادن در جای درست که باعث می شود نگاه معمول به این موضوع شکسته شود. زیست طولانی فیلمساز با سوژه ها به عنوان یک رفیق و نقش مهم و اثربخش او در مناسبات شخصی آنها فارغ از فیلم می تواند یکی از علتهای اساسی این نگاه و رویکرد تازه باشد. من اولین بار اینجا دیدمش، توی جمعیت دفاع از بچه‌های کار و خیابان. 18 سالش بود. من به آینده اصلا فکر نمی‌کنم. من نگاه کن اصلا فکر نمی‌کنم به آینده. اینجا تو ساختمون جمعیت از بچه‌های کار حمایت می‌کنن و بهشون درس میدن. حتی اگر جزئی‌تر نگاه کنیم، در موقعیت‌های متنوع فیلم که گاهن بی پیش زمینه و ناگهانی زمینه برداشت از آنها فراهم شده است هم این نسبت درست وجود دارد. الو نامزد دیشب خوابت دیدم مثلا. دوربین او به من میگوید در هیچ لحظه‌ای هیجان زده نیست. در هر لحظه نگاه ناظرش به موقعیت فعال است. شتابی ندارد و مکث‌هایش خوانش می‌سازد. بشین برو چی شد؟ برو همین رفتم سمتش دیدم. آقا چی؟ چیکار می‌کنی؟ شاید حتی احساسی شدن خود را قربانی نگاه معتدلی می‌کند که قرار است محصول کار او باشد. 200 تومن بهت بدیم امیر حسین چیکار می‌کنی؟ نه تو نه. امیر جون میگی جون من یه جوری میشم امیر. بیا مرد بسش شده. بشینی یا نه؟ بلکن میکنه تو دیوارا. بلکن. چه جوش زدی انقدر؟ حدس میزنم بسیاری از لحظه هایی که می توانسته تب فیلم را تند کند کنار گذاشته و حتی برداشت هم نکرده است. که البته به نظرم بودنها و سرکردنهایش با سوژه ها از جایی به بعد خیلی وابسته به فیلم شدن آن لحظه ها نبوده است و رها و یله با آنها زیسته است. دور و نزدیک شدنهایش، وقفه ها و غیابی که در ارتباطش می سازد، بیخبری و فاصله‌ای که از آنها می گیرد و دوباره رسیدنهایش به قوام پیدا کردن اثر کمک کرد. اثر خوبی؟ آری چند خوبی؟ خیلی آمایی حسن ما دارم تجربه بسن. پراکندگی و عدم تمرکزی که از موقعیت جاری نشأت می‌گیرد. اما این دوری و نزدیکی در این حال باعث شده که سوژه ها درک تازه‌ای نسبت به خودشان پیدا کنند و به واسطه حضور فیلمساز و در مواجهه با او خود تازه و قبلیشان را پیدا کنند. شاید این پروسه و سر کردن با دوربین فیلمبرداری برای آنها فاهمه تازه‌ای را نسبت به موقعیت زیستشان شکل داد. حتی اگر این موضوع اصلی نباشد و در فیلم پرداخته نشود، حیاتی است. تنها کارش هم همینه، یا باید خونه رو عوض کنیم یا ریسک کنیم بریم خونه بگیریم شب بخوابیم. فیلم درباره جا افتادگی است، درباره یک موقعیت جا افتاده، جدا مانده و تنها جا افتاده و نه هیچ کلمه دیگری. او این تکه از شهر را مانند هر جای دیگری می‌بیند که زندگی در آن جریان دارد. هویتمند است. شیوه زیست و سازوکار خود را دارد با منطقهای خاص خودش. فیلمساز آن را جدا نمی‌کند و جدا نمی‌بیند. فیلم او نمونه خوب برخورد آگاهانه و معتدل با یک موضوع پرتلاطم است. نمی‌گویم حاد.
هم میخندی آره؟ عزیزم گوش کن. آدر همین حرکاتی چی نگفتیم. برو بگی بشین. ما الان 40 روز داریم درد میکشیم که چجوری به تو بگیم؟ ارجاعات فیلم به روال درونی خود موضوع است. اضافه تر نمی کند، غلو ندارد و مهمتر این که می تواند و مرعوب نمی کند.